سردارم التماس گوید که نپراند پوشایمانا. سردارم هنوز دیروز راضی بود که او را کشم. سرکمیسر التماس از برای خدا. کسی نداند فکر میکند که تو اینقدر خدا ترس و خداجویی. چرا پیشتر خدا نمیگفتی ها؟ چرا اینقدر خدا میگویی؟ اکنون خدا به یادت رسید. گپ زن نامرد. با چشمانم نگاه کن. با چشمانم نگاه کن خیری. با چشمانم نگاه کن. و تشکیلات خیانت کردی و همکاران نیز خیانت کردی و همه این جواب میدهی. همه این یک طرف. سردارم گوش کنید. چیم از دست تو 3 کس شهید شد. جواب آنها را کی میدهد؟ آخر آنها همکارانمان دوستانمان بودند. من رو مجبور کردن سردارم میکشم گفتن. خیری نخود آدم تا این درجه پست فراید. این مراتب خانه را ترک کرد یک رو. آسی نمیفهمم که به طرفی کی رفته است. آقای فروخ این دختر را تنها شما علاجش را میابید. من صبر کردن نمیتوانم کبوتر. دویم مراتب با ملکه چون این نازکانه رفتار نمی کنم. نصیحتش کن. یک امتیاز دیگر میدهم. بیا. جناب آقای هلدون، آقای کمال و فیفی خانم آمدند. بخیر است؟ یگان حادثه ناروشن شده است؟ دعوت کن. بفرمایید. شنید. بخیر است؟ چی به دهانتان آب گرفته اید؟ آب میگویی؟ زهر را فرو برده. برای چی؟ نوحان گوشت ما رو دعوت کرده است تاجیلن. از من بخبر؟ انیق چیزی نگفت، اما فکر میکنم مسئله دواش است. خب مادامی که راهبر دعوت کرده است نارفته نمی شود. بیایید رفتیم. سردارم این رزیل هیچگاه آدم نمی شود. این افلاس را همینجا پرانده جسدش را پیش سگان پرتایم. سردارم من هم فکرم. من فکر دیگری دارم. حاضر ما با واسطه او راه مغاک اژدها را خواهیم یافت. من به این 100% کفیلم. سردارم به زبان فهما سخن گویید. خیری میدونی که از قفای تو شخصان زیاده به ما نظارت دارند. من نگاه فاروق را از پس پنجره میبینم. سردارم از برای خدا این طور نکنید. التماس به من دلیل و محکمه نگویید. فاروق را هم دستگیر میکنیم. اجازه دهید همینجا پرانمش. نه، کار با فاروق تمام نمی شود. تیر از کمانجه است. تا آن وقت که این اژدها زنده است از دنبالش می شویم. اگر با گفته تو کنیم فاروق راهش را دیگر خواهد کرد. جورا جان سردار راست میگوید. فاروق هم یک قسم همین دست است. باید کلان این دست را از کتف جدا کرد. خدایا توبه کردم. به چنین رزیلان امکان زندگی کردن میدهید و آنها به سرمان بلا میشوند. اینها حق زندگی کردن را ندارند. اجازه دهید به جهنم فرستمش. یکی تو از که اینجانی وظیفه جلاده را به خود گرفته ای. این نامعقولی را یک طرف مان. حاضر این بی‌حیا را گرفته به شعبه برید. خیز از جایت خیز. خیری کرتاغلو، ای به شرفی خائن دروی باز، آخر دستگیر شدی. تو دیگر با تمام عیب ها اکنون محکوم شده ای. آیسا ممدو آیسا. دستهایت نازک بوده است. درد میکند یا نمیکند این دستمانه را میبندم. حق خواندن، حق گفتن و حق ادوکات گرفتن را داری. حق دانخوری هم داری. اما جورا جان نغز کک تو را خورانده است. نیازی توی گید رو گرفته بر. کسی نفهمیده به نظارت خانه جا کن. با بچه ها بگو به دهانش رو نگاه کنم. مرا فهمیدی؟ سردارم از این اسلوب باید حتما استفاده کنیم. خیری مرا روبرویش دیدن برابر قریب بود که زبانش را فرو برد. این گونه حالات ها را من دوست می‌دارم. یگید ما از روی قاعده کار کردیم. عاقبت کار کسی ضرر ندید. حتی جنایت نوبتی را پیشگیری کردیم. خیلی نازکانه رفتار کردیم.
حتی جوابگاریش را هم بازی ما گرفتیم. بیا سرکمیسر گید. این کارو بهترش پروکرور صاحب بیند وگرنه کار چیگیل میشود. حوالت به خدا. نردین را. راه گرد احمق. جناب ما را دعوت کردید؟ یک چند روز است که همه خرسندی میکنن. روزنامه ها، تلویزیون. سردار مسئله دواس رو میفرمایید. افسوس که همین. ما شب و روز نقشه تبادلات رو میکشیم. آنها یک بار قهرمان میشوند. این ملت به آنها احترام زیاد میکند. ما وقت زیاد نداریم که انتظار شویم. همه امتیازها را استفاده کرده سمت کار را تغییر میدهیم. این کار پیش از انتخابات باید دیده شود. چه خیل؟ تو این انتخابات وقت زیاد هم نمانده است. سردار شما نقشه ای دارید؟ فرخ من همه وقت یک تانه یک چند نقشه دارم. تو این را میدانی؟ فکر میکنم که همه قوتان را استفاده میبرید. همه قوام را نه، لیکن بعضی کارها مثل شахمات بازی است. راه را اگر دانی با یک حرکت بازی را میبری. فکر میکنم این زمان فرصت برای حمله فراهم آمده است. از دست دادن فرصت را هرگز دوست نمیدارم. راست میگوید سردار. این آدمان با عقلهای کوتاهشان برای گرفتن حکومت سر میبردارند. باز خودشان را عاقل میدانند. انا همینش بی آدابی. ما آنها را باید به جایشان شنانیم. لگن برداری را یک طرف مان. اما سخنی درست گفتی. اینها دولت را مال خود میپندارند کبوتر. اگر دولت از تو باشد سندش را نشان ده. هالدون تو خزینت را تگرو کن و سخنرانی سروزیر را دسترس نما. کار کن که نسبت یهودی ها دشمنی آرد. خب سردار، همین که یافتیم تکمچه را زیر میکنیم. یافتیم نه میابید و اجرا میکنید. آدمی بسیار داری به همهشان با معاش تامینند. سردار در اول چی کار رو باید انجام دهیم؟ اول کاری او را آموزید. میدانید که او یهودی است و هم صاحب بانک. شما هم امکانیت ها را استفاده برید. حیات کاری میگیریم پرداخت میکنیم. حقش چی که باشد میدهیم. داد و گرفتتان را خوب میدانم. این کار را یک طرف گذارو. مهمش آن است که این آدم یهود است. ای بیشرف جزایت رو میبینی؟ خاین آوردم ببین خاین آوردم ببین خاین آوردم. آروم شد بچه ها، آروم شد. آرام باشید بچه ها. خدا صدا بچه ها. ببر تو این رو با قدر رسوندن تو پای بیاسوز. وارد راز اینجا. آرام باشید بچه ها. همه از عقب کاری خودش. این کار با ما نمیزه. اطاعت سردار اطاعت. ما با آن یهودی صاحب بانک چیکار کنیم؟ فیفی تو هم در کن که سمت شمال رو میبریم. این آدم رو ما میکشیم لیکن جوابش رو کی میدهد؟ آنی که وظیفه سروزیری دارد. دیگر این کار راه خاتمه ندارد. همین خیل محو میگردند. باز بسیاری ها قرض گرفتند. برای پرداخت دشواری میکشند. آنها هم براحت میشوند. بسیار فکر قابل قبول. یعنی با یک تیر دو نشان. یعنی در کشتن ما آخر. بله فرخ. قدم دویمی کار از عمل تو هم علاقمندی دارد. یک بار از قرض خلاص میشوی. بعد نوبت هالدون میشود.
چنان شرح میدهد که سرعت دشمنی دوچند میگردد. دوستان بازینگر بزرگ بین المللی برای برآوردن کیفیت این عمل در پل باغل مینوشی خواهند کرد. حاضر در روزنامه ها میبینید واقعه های 6 و 7 سپتامبر جان گرفت. ترکیه 50 سال عقب ماند. آوازه ها زیاد. در این موضوع همکارانم همتا ندارند. آره مثل همان. آن زمان سروزیر را به گوشه شنانده بودیم. بسیار فهماندیم. خلق باور کرد. بعد ما رو هیچ دانست. در این کار تجربه داریم. اما این دهشتی بزرگ ایجاد میکند. اگر دوستان بزرگ بین المللی مقابل کشتار تاجر یهودی گردند چی؟ زیرا این شخص مبلغ کلان را در گردش در آورده است. مبلغ آنها هم در دستش موجود است. دوستان بزرگ بین المللی از این نقشه حتی خبری ندارند. دیگر حاجتی گپ نیست. این مسئله ملی شده است. آنها دخالت نمی کنند. شخص میرنده هم یک تاجر یهود است. اگر این را فهمند خود را به نادانی میزنند. با ما چی؟ ما دیگرش را آنها فکر کنند. این آدم فقط در همین دولت مانده است، دیگر جای نرفته است. حیف می شود. این آدم نفر است برای مسلمانانی که در شرق میانه زندگی میکنند کمک طلب میکند. میگوید که عثمانی ها با یهودی ها دوستی داشتند. برای این راهبی به او مناسبتی منفی دارد. فرخ تو در این کار چی میگویی؟ نمیدونم که همه این ماده ترکنده را در هوا کفانم یا اینکه در میان مردم. چه خیل که میخواهی همان خیل کن، لیکن جای انتخاب کن که ثبت کرده شود. آلدون تو هم آماده باش و نواری بهترینی به تمام دنیا پیشکش کن. جورا جان خدا مدد گارد. خدا را شکر. گذر خیری به من نگاه کن. دیدی یکی می آید و دیگری می رود. دنیا چنین است. تو دعای جان سردارم را کن وگرنه کیها در آتش جهنم سوخته خاکستر می شدی. احوال این رو ببین. احوالش بد. جانش می بر اومدگی برین. حالش گذارد. باقی کاری پروکورور. سردار اجازه دید پیشنهادی دارم. اگر شما راضی باشید این کار را من به اتمام رسانم. چی شد کلش؟ دین از تخ برآمدی و ناراضگی بیان میکنی. در اصل اینجا مسئله نیست که نورسان دخالت کنند. تو استراحت کن. کاردار نشو. ما گپ زند. سردار این کار را به من سپرده بودید. اگر اجازه دید من خودم به اتمام میرسانم. بله کلش، من مطمئنم که تو از عهده این کار میبری. اما فرخ خواهد خودش انجام میدهد، خواهد به تو میدهد. این کاری اوست. سردار من از شما کارهای پرمحصولیت را میخواستم. مجلس تمام شد. به شما جواب. مایلش دخترم اگر زنگ زنن میگویی که من به پرسش خیری به شعبه رفتم. لبای سلام آقای سوها. سلام. التماس کامپیوتر را گشاده پرونده روان شده را بینید. گفتم را کنید. پلیس را با من گذارید. کارهای آن را من خودم حل میکنم. مهم آن است که بندهای شهرنامه را پیشکش کنید. شما کی هستید؟ و مثل این در دست ما پرونده های زیاد است. دائم انتظار آزاد شدن را دارم. البته همش از شما وابسته است. من محو میگردم. زحمتی چند ساله آبرو همه از بین میرود. چیکار میکنم؟
خوش آمدید آقای مدیر. خوش باشید. خوش آمدید مدیرم. نجیب آنچه شنیدم درست است. این گپ از کجا پیدا شد؟ بله محترم مدیر. خیری همه چیز را اعتراف کرد. او چند مدت است که با شخصان غرضناک خبرکشی میکرده است. خوش آمدید آقای پرکرور. سلامت باشید. آقای مدیر، در این پرسش یک معمایی موجود است. این دلیل ها چگونه جمع آوری شد؟ از که اجازت گرفتند؟ فکر نمی کنم که در چارچوبه قانون باشد. آقای پرکرور، هرچی به دست آمده است از دلیل بالاست، یعنی اعتراف است. هم ثبت آواز و هم شاهدها. آقای پرکرور، گناه ثابت شده است. یعنی مدیرم همه چیز روشن است. با اجازت شما فاروق را هم دستگیر میکنیم. بله سردار، با اجازت شما رفت فاروق رو میارم. با شما هم فکرم. سرکمیسر، شما را در بیرون خانم انتظار است. خدایا توبه، کی بود است این خانم؟ با اجازت شما مدیرم. خدایا کی باشد؟ بخیر است؟ فکر کردم که تو به امریکا برگشته ای. اگر می رفتی درست بود. با یگون جا نمی روم. به خاطر تو اینجا آمدم. من شاهدم. به جایش آمدی، اما نو وقت آمدی. کار را به تو هم حل کردیم. به تو احتیاجی نداریم. چی خیل؟ همین خیل. در ما خیری نام مشبچه هست. اعتراف کرد که سلاح ها را در حوله من فروخ پنهان کرده است. تمام و سلام. فروخ؟ ها بله. فروخی خوش دارد. تو این را از کجا میدونی؟ خبری شام زود پهن می شود. کلش میبینم که حدت را نمیشناسه. کدام حد را میگویی آقای فروخ؟ حدم چنان تنگ شده است که به زور نفس میکشم، هوا نمیرسد. کار هر بوز نیست خیرمن کوفتن. کسی که با ما زور نشان میدهد ما شاخش را میشکنیم. ما از آن شاخ جام میسازیم. عجیب، خبر خیلی زود پهن می شده است، اما خبری دروغ. کدامش دروغ؟ دختری کبوتر بودند؟ و یا دوست داشته فروخی رزی؟ من دوست داشته او نیستم و هیچگاه نخواهم شد. پدر اون رو انتخاب نمی کنند. اگر امکانی انتخاب می داشتم از نولوژی پدرم رو انتخاب می کردم. می فهمی؟ به این باوری دارم. مرا حبس می کنند تو زود گم می شوی. آخر نفهمیدم من که آزاد می شوم تو در حال پیدا می شوی. با من گوش کن یگید. اگر خواهی که تو را کسی گوش کند نزد روانشناس رو. من تو را زیاد گوش کردم. آخر این حقی است. حقیقت همین است که میبینی. دنیا همین است. عادت میکنی. شناسایی من زیبا سر شد. همین طور انجام یافت. ها، ایستگاه تاکسی کمی دورتر. پگاه فاتح را هم از آن باغچه میگیرم. یگید کاری نو درست میکنی. التماس مرا 1 دقیقه گوش کن. التماس میکنم. آخر نمیدونی که بسرم چی بلاها آمده بود. مطمئنم که برابر نصف بلای بسری من آمده نیست. خدا حافظ. ملیکا بخیر است؟ در اینجا چیکار میکنی؟ چرا تابت خیره است؟ هیچ قبلی رفتنم لازم. با کجا؟ از خانه رفتم. مهمان خانه باید یابم. مهمان خانه؟ چی ها میگوی ملیکا؟ یگون واقع روی داد. همین طور بیا با من. خوب. جناب فروخ آرام شوید. التماس نپرونید. سلاحتون را گیرید. سلاحهایتان را فرارید. مگر نمیشنوید؟
کلش بچه هایت را تربیه خوب نداده ای. همه اینها سگان کوچه بودند به مثل تو. من با شما پوست گرگ پوشاندم، اما حالا شما رفتار سگانه میکنید. سلاح را میگیرم و همه تیرش را در سرت خالی میکنم. سرت را بریده و مادرت روان میکنم این کارا. کلش میتوانی. کلش حاضر چیکار میکنی؟ هرچی گفتم از گفتم پشیمانم آقای فرخ. خیلی پشیمانم. با عجلت بازی داره کلش. صبر کن. با اون وحشی چی کار دارم؟ باور میکنی با تبر به من حمله کرد. به زمین پدرم طرف او را میگیرند. خدایا اونها چه خیلی آدمند؟ بیماری روحی دارن مگر؟ ها یگیت چی گفت؟ گوش نکرد. حتی برایم نگاه نکرد. این یگیت هم یک دیوانه است. یک رب است. گاه به خود است گاه به خود است. میدونی؟ دیگر در اون خانه نمیستم. باید مهمان خانه یابم. چی خیلی مهمان خانه ملیکا؟ دیگر این رو نشنوم. ما هستیم کو. چی؟ هرگز تو رو به مهمان خانه نمیمونم. به خانه ما میرویم. همراه ما میستی. خانه کلان است. میخونجیم. پروا نکن. این چی خیلی میشود؟ خوب میشود. از این پس ملیکای ما میشوی. اعتراض نمیخواهم. رفتیم. خوش آمدید محترم پروکرور. یگید نجیب سردار همینجاست. خوش باشید. نه محترم پروکرور، من کمکتان کنم. آیل دستگیر کردن اجازه طلب کرده بودیم. گناهگار کجاست؟ گناهگار را آقای سوها پرسش دارد. بعد از این پرونده رو من تفتیش میکنم. از وزارت دستور داده شد. آقای سوها اول باید با مفتش صحبت کنه. مرحبا، به نزدشان میبرم. وقتی که فرخ سلاح را دور کرد تو در نزدش بودی؟ نه، بعد زنگ زده به من گفت. یعنی گفتنی هسته که ممکن او گور نکرده باشد. من با چشمم ندیدم. برای همین فرخ کرد گویم دروغ می شود. با اجازت شما محترم پروکرور. سلام آقای سوها. مجبورم پرونده را از دست شما بگیرم. امیدوارم که مرا خوب میفهمید. مطمئنم که تفتیش پرونده شما برایم تجربه خوبی خواهد شد. با دستور وزارت وظیفه دار شدم وگرنه چنین عاجلانه رفتار نمی کردم. آقای زکی احیا، دستور از کجا پیدا شد؟ با این پرونده از اول خودم سر و کار داشتم. جناب شما پیری ما هستید. چرا چنین شده باشد باور کنید نه خبر دارم و نه آوازه شنیدم. مفتش آقای داغن شما را عاجلا انتظار است. مفتشی وزارت عدلیه داغن قمر. ممکن است با شما لاحیده صحبت کنم؟ میلش، با جان دلم بیا صحبت میکنیم. محترم پروکرور، این خائن خبرکش را با شما میسپارم. چرا یک بار چنین شد؟ محترم یک پروکرور، شرمندگی است. خودتون بارها گفته بودید که به حکم بالا اعتراض نباید کرد. حالا وضعیت همین طور است. با اجازت شما. این یک غوغای حقوقی است. دخالت در پرسش است. آقای سوها شما در این کار راهبر هستید. التماس نسنجیده بها ندهیم. مرحمت به این طرف گذاریم. یک به یک باز هم وزاتر صحبت میکنیم. به من یک دقیقه اجازه دید. یک تلفن میکنم و خلاص. میلش. همان راهیبی که دایما با بانکیر است دیده برایید. خانه و در و چیزی که دارد. وقتی آمد و رفت، طرف خانه، مرکزهای دلخوشی، یعنی همه چیز را فهمیده برایید. آقای فاروق همه اون چیزی در کاری را آماده کرده. چه گپ داری سوها؟ آقای فروخ زود آنجا را ترک کنید. حاضر پالیس ها می آیند. فکر میکنم که برای دستگیر کردن شما امر دادند. چه خیل شده است؟ پس تو چرا کاری نکردی؟ مرا نمیدونی ها؟ مرا از وظیفه گرفتند. و فکرم مرا هم میپوسند. به فهمیش من عملیات کلانی میگذرند.
آدمان مسئولی دولتی سر و کار دارند. خوب میشد اگر زودتر آنجا را ترک کنید. قبل از همه ادوکت هایتان کار بیبرند. زود همه را غون دارید. پلیس اینجا می آید. امریکا افتکاب در دست من. شما عملیات را سر کنید. من هم زود میرسم. خیر از جانوران همیز که در آتاق باشه. اوه برادر اوگای، این چی دیدار؟ در کدام کوه گرگ مورده است؟ دیگر گرگ نمانده است که بمیرد. حاضر آنها یا در مزارند یا در حبس. حبس ما را ناراحت نمی کند برادر. شما حبس می کنید ما می براییم. خواهیم می داریم و خواهیم می براییم. این کاری ما. این مراتب نغزکک جایت میکنیم و تنها با کفن میبراییم. دولت در گریبان چنگ زده است. ای برادر اوگای، نمیدانی که دولت منم. دولت داری اما وطن نداری. خواطر مشو. تو را در حجره علاهیده میمانی. در آنجا دولت میشوی و یا قبیله این کاری تو. اشار را هم گیرید شاید لازم شود. این قدر اشار زمین را میلرزاند. لرزاند به تو چی؟ با آن تاجر یک چند نفری دیگر هم میمیرند. جنگ جای اندیشه نیست. کمال عذاب را ما میکشیم و کیف سفر را باشد فروخ میکند. مانید کیف کند. نوبت ما هم میرسد. آسیاب به نوبت است. افسوس که بی پول نمیشود. خدایا چرا فروخ جواب نمیدهد؟ کمال همه چیزی در کاری رو گرفتیم. ما آماده ایم. تا یافتن فروخ در دفتر کاریمان انتظار میشیم. اینجاها را به ترتیب بیارید. برادر اوگای، دستمانه طلایی را در دستم جا کردی. امری دستگیر کردن را نمیبینم. در زیرش امضای کی باشد؟ پگاه به سرش یگان حادثه آید به عیادتش رویم. تو رو باید ترمانو. فکر آن را کن که نزد کی می آید. ایگید آقای فروخ امر دستور را می پرسد. والله بر وقتر می آوردم اما عروسی آینده فروخ گپ را خیلی دراز کرد. من باز فکر کردم که باید یکون گپی مهم دارد، اما او باشد با اصرار مرا با چای نوشی دعوت میکرد. جورا جان دختر هم حق است. مدتی دراز تنها میماند. از حاضر به خودش دوست در نزد دختر؟ خاموش. تو حقی گپ زدن نداری. بهترش دمت را گیر. فهمیدی؟ اکنون پیش درا. سردار باز دستگیری ادامه می‌یابد. در این باره چه از دست می‌دانی؟ شبیه معلومات‌های به دست آمده وابسته است جناب. آیا این گروه متشکل است یا این شخص در علاوه‌دگی عمل می‌کند؟ این دستگیر کنی بیرون از قانون است. به سودی عالی مراجعه می‌کنیم. شد تمام. راه گرد. тамошобинони муҳтарам бо хабарҳои тоза бо шумоям. тоҷир фарух қарадақ аз тарафи амнияти истанбул таҳти назорат қарор дорад. оё ин дастгиркунӣ қонунӣ аст ё ғайриқонунӣ? дар атрофи ин масъала راسلیستا бисёранд. قیامت نمیبینی همان کرسی را در سرت میده میکنم. الو فیفی فروخ کجاست؟ 1 ساعت شد که جواب نمیدهد. در ماشین اسلحه زیاد سرگردانه. این دستگیر کنی بیرون از قانون است. مسئولی عالی مراجعه میکنم. акай камол акнун маҳв гаштем. چکل محو شدیم. کار را نه سر میکنیم. دوری ما آمد.
ҳамон шаб полисҳоро ҳамин ба қатл расонидааст. хайрӣ, ба мисли дарсад бо овози баланд бигӯ. оғои прокурор савол додааст. полисҳоро Фарух Карадах куштааст. бале. инро дар суд ҳам гуфта метавонӣ? бале. ту ба ин чӣ мегӯӣ? рафиқат мегӯяд ки ҷиноятро ту содир кардаӣ. این پلیس شما نسبت منی تاجری با ناموس قصد دارد. боқӣ мондаашро дар суд ба судя нақл мекунӣ. لیکن در بیخطری همین دوستتان خیری اندیشه دارم. میدانید که طرفدارانم زیاد است. تا پگاه به سرش بلا نآید. ту хайриро як тараф мон. дарди худатро фикр кун. роҳ гард. акнун диде ки дар ин мамлакат нафароне ёфт мешаванд ки ба ҳеҷ чиз харида намешаванд. برای من انسان ها به دو قسم جدا می شوند برادر. فروخته شده ها و گروه دیگر که حالا در بازار نرخ نگذاشتند. ҳайрон нашудам. фасодеро пурсиданд. дунёро чӣ хел мешиносӣ? гуфтааст мисли худам. ва шукр ки дар ин давлат нафарони нофурӯхта ҳоло ҳам вуҷуд доранд ва ёфт мешаванд. سخن تمام شده باشد رو. صحبت رو با ادوکتم دوام میدی. инро дар сарат хуб ҷо кун. чӣ қадаре ки мехоҳӣ ҷиноят содир бикун ва суиқасд бикун. нақшаи табодулот кашед ҳам ноҳақ доимо бар мағлубият маҳкум аст. ادوکت ها کجا شدند؟ این در نقشه‌مان نبود. زود به نزد فرخ روید. پیامم را به او رسانید. زود باشید. فهمیدیم. بخیر است کمال. تو چرا آمدی؟ نمیخواستم شما را ناراحت کنم. میدانید فروخ را دستگیر کردند. هیچ غم نه. آزاد میکنیم. میبراریم. پس مسئله قتل تاجری یهودی و جنایت راهب را به تأخیر اندازیم. چه خیلی تأخیر. آهن را در گرمیش میکوبند. میدان خودش گرم است. در این کار دیر نباید کرد. وقت را از دست داده زود حل باید کرد. اینطور باشد با اجازت جنابشان من این کار را حل میکنم. میلش این کار از آن توست. من شما را در خجالت نمیگذارم. تاریخ این را فراموش نمی کند. میبخشیدو با شما کی در کار؟ پیش راهم را نگیرید. تو یک ختم کرده دانشگاه هستی، اما افتاد خیلی شاهانه. قیمتی سر و لباست باشد برابر 2 معاش یک کارمند مأموری است. با فکرم تو از وظیفت خیلی خوب استفاده میبری. تو خودت را دان. خود را نشناختن بی‌ادبی است. یک طرفی است. ادب در زینه اول میایستد. از پیش راهم دور شوید لطفاً. آقای مأمور. به من راه دید آقای مأمور. البته به ادبان گذارید.
سرکمیسر نجیب سردار شما را در تالار انتظار است. فهمیدم. چی گپ باشد؟ بیا میرویم. مبارک شود جنابان آمدند. سلام این دو انگشتر را آوردم. پروا نکن، علاجش را مییابیم. البته میبرایم. فکرش را ندارم. یک کاری نوی گرفته بودم، آن را باید حل کنم. مسبی حل می شود، آسوده باش. حل می شود؟ چه خیر؟ نو انگشتر به کلیش سپارید. کلیش؟ زود به من قلم و کاغذ دهید. مرحمت آقای فرخ. این را به کبوتر دهید، میفهمد. برایید. چخیر، همش همین؟ مسئله مرافعه چی می شود؟ بگاه مرافعه نمی شود. زود از اینجا نابود شوید. سردارم این عکس کیست؟ نمیدانم. به من دید؟ من این رو میشناسم سردارم. این یهودی صاحب بانک است. بانکیر؟ بله. شخصی مشهور می نماید. خدا توبه، به این کار چی علاقه داشته باشد؟ سردارم اینها یگان نیتی بدی دارند. حاضر موضوع دیگر است. سخنرانی سروزیر اصول عمل ها. در میان این کار نباید این مسئله خیزد. تا جایی که من خبر دارم این مرد به کارهای زیادی دست زده است. با او نظارت جدی باید کرد. با دیگر خدمات هم خبر دید. ایتا سردارم. سلام علیکم. سلام علیکم. این را فرخ به شما فرستاد. چی می نویسد؟ نوشته است که نفر همیشه خیری را باید زیارت کند. اگر گپ زند به سرش بلای زیاد می آید. آخر خیری در نظارت خانه است. البته آن هم به خود چاره دارد. کلیکسیز را زود یابید. تا دیدن. خوب بیاید رفتیم. شبی خوب. خوش باش. سردارم چه خیلی روزی وزنین بوده؟ حالا کمی دیگر صبر کنید. از این پس همه روزتان چنین خواهد شد. مانده شوی را فراموش کنید. سردارم مگر خونتان جوش نمیزند ها؟ خونتان. خدایا این آدم رو اصلاح کن. یکی تو سنگ صبر را هم پاره میکنی با این بیهوده گویه ها. شبتان بخیر. روید. شبتان بخیر سردارم. با پای هنر سلام گوید. خیر رفتیم میگید. خیریت شما رو دیدم. خیلی چی شد؟ ممدوک چال داری؟ توبه باز ممدوک گفتی ها؟ تو چرا دختر رو رنجوندی؟ دلش رو شکستی؟ کدام دختر؟ ملیکا رو. تمامی روز از دو چشمش اشک میریخت. با تو یاردم میکنم گفته با سرش بلا آورد. تو باشی حتی 2 دقیقه رو گوش کردن نتوانستی. دوستم بیا رفتیم. فکر کردم که یگان گپی مهم است. دختر بیانات نویسد گفته فرخ رو دزدیده است. نخود.
بعد چی؟ کمی زود با ماشین سوار شو. زودتر. ممدوک از پسی ما. ممدوک این دختر چی بگم؟ فراز باشین. فرا. اکا گفتم که هیچ کار نکردم. باز چی کار هم نکردی؟ همه تیرزه های دکان رو زده شکستی. از تو بوی شراب می آید. اگر گوگیر زنی در میگیرد. اکا مامور من یگان کار نکردم آخر. راه گرد. او چی گناه کرده است؟ کمیسر چنان نوشیده است که تمام تیرزه های دکان رو شکسته است. البته میشکنم. او خودش را هم نمیشناسد. در پایش هم راست نمیستد. پس پنجره برید. راه گرد. خیری ببین با تو یک رفیق آوردیم. اولا گبرانو میفهمد. احتیاط کن. آرام بشینی. فهمیدی؟ اکا من وطن و ملتم رو دوست میدارم آخر. البته در اینجا هم همین گبرو میگویم. اکا جو باور میکنی که با تو یاردم نکند گفته بوتبر با او حمله کرده است. من خیلی سخنهای ناجا گفتم. راستی خجالت میکشم. بشکن تو با این دختر چیکار کردی که یکیت میگوید دو چشمش میدرخشد؟ باز دیگر چی خبر است؟ رنا در حقیقت چشمانش میدرخشید. ای تو بلایه که یا مان از برای خدا. کافتا باز کی را یافته؟ یک سرود هست کو من مرد تنهای شبم مهر خموشه بر لبم. ای جانکم قربانت شبم. رنا ملکه در کجاست؟ در خانه ما؟ ما با کجا میرویم؟ با خانه ما؟ پدرم نیستم به حضور میشینیم. اکا جان نزدیک بیا. دادر تنها تو نمیرسیدی. مرا به حالم گذار. کمکک نزدیک بیا. تو چی میخوای از من؟ دیوانه چی؟ بیا اکا جان نزدیک بیا. چی میگویی؟ مختصر میگویم اگر فردا در صد نامی فرخ را گیری جا با جا میموری. خودش چی گفت؟ تو کی هستی؟ خاموش استی زنده میمونی وگرنه میمیری. اختیارات. شد فرخ نمیگویم لیکن چی گویم؟ نزدیکتر بیا. گپی مرا نغزکک فکر کن وگرنه در برآمدگاه سود پوف از خودت وابسته فکر کن. مرحمت بیایید. مرحمت درآید. رانا خوش آمدی. خوش باشی. نگاه کن که ها آمدند. سلام یگید. سلام. آخر مرحمت شینید. خودتون رو آزاد حس کنید. گذر جورا مرحمت. تو نمیم دوک؟ من نه؟ چرا من نبوده است؟ تو با من بیا.
چرا میایم؟ مانده شدم. کمی همینجا شینو. در روشخانه با من لازم میشوی، فهمیدی؟ اوف خدایا توبه، خود نفهمی رفتیم. تو چرا رو به آشخانه دعوت کردی؟ این رو دور. کمتر با وقت شو مونو تنها صحبت کنم. انا گپ در کجا؟ کودکی مگر نمیفهمی؟ در نزد آنها چیکار میکنی؟ حیرانم. خاموش، آوازشون برآمد. ملکه مرا ببخش. امروز به تو ناسزا گفتم. فرخ لعنتی اذیتت داد. آخر چرا به من نگفتی که تو در اسارت او هستی؟ کوشش کردم اما تو گوش نکردی. راست میگویی. من فکر کردم که تو به همه جنایت های او شریک هستی. اگر در هر دو دنیا با او تنها مونم هم این کار نمی شود. من تو را روزنامه‌نگاری ماهر فکر میکردم. تو باشی دنبال غیبت بوده ای؟ خاموش گوش کنیم. کار تو هم معلوم شد چگونه کارمند هستی. عملیات امروزه نشان داد که دادگاه آزاد دولت در چه حالت قرار دارد. دادگاه در دست شخصانی است که دولت را به اثر ظلمات و استبداد عقب میبرند. این حادثه برای ما دهشت است. آقای امور تنیک سردار پلتفرمای حقوق زمانوی در خط علاقه است. آقای امور شما باید به این موضوع چی میگویید؟ این تهمتی که در حق تاجر با ناموس فاروق قراخان کردن عقل کسی نمیگیرد. آفرین به تو. حق گپ رو گفتی. نجیب این همون فروخی نیست که تو را ربوده بود. بله افسوس خودش. همین است تاجری به ناموس. دیگر آدم یافت نشد. آقای هالدون با سخنرانی سروزیر در داووس چگونه بها میدهید؟ کاری نمیشدنی. به مقابل شریک استراتژی چنین سخنرانی و مقابلت نشاندهی یکی از نشانه های تبادلات ملی به حساب میرود. دادا این آدم چرا عصبی است؟ هضم کردن نمیتوانند بچم. عادت کردند که همیشه وقتشان خوش باشد. دادا من این آدم ها رو نفهمیدم. این آدم ها در رفتار کیند؟ اجداد ما دائما و در همه حالت خود را در نزد مظلوم خوب نشان داده است و مقابل بی‌عدالتی مشتش را گره میکرد. دائما و در همه شرایط حق و حقیقت را جانبداری میکرد. اینجا باشد این فهمیش را در کردن نمیخوان و میخوان که دائما برنده کار باشند. ما دائما احترامی اعتقاد را به جا میاریم. ما همه وقت راست ایستادن را آموختیم که این صفت ماست و باید این صفت ماند. حلالش باد. خوب سخنرانی کرد. بهوده نگفتن که در داووس بله جانم. زندگی چنین است. به ترجمه هم سخنانش فهمم. حساب چنین برآمد را گران پرداخت میکنیم. دوستانمان ما را ترک میکنند. در غرب تنها میمانیم. پدری رانو را ببینید. قریب است گریه کند. با همین سین و سال شرم نمیدارد مگر؟ چرا چنین میگوید؟ آخر با او نمیزیبد. از وی دلم ماند. این برادرمان چرا چنین میگوید؟ همه چیز آشکار است. این دولت از کوچه یافت نشده است. با این یک دو ماجراجو دولت ساخته نمی شود. با آنها باشد در یک لحظه می فروشند این دولت را. محترم سروزیر مقابل قتل کودکان و زنان و بیچارگان بود و چی سبب باشد که گروهی میخوان آن را به عامه نادرست تلقین کنند؟ من تو را رنجاندم. مرا ببخش. هیچ گپ نی. همش گذشت. حتی فراموش کردم. آخر امروز خیلی عذاب کشیده ای. تو رو فهمیده میتوانم. خیر آشتی شدیم؟ دوستم. گوش کنیم آخر. یک لحظه. چی شد؟ بیا. با فکرم آشتی شدن. یکی بخشش پرسید. من باور نمیکنم. جورا جانی مرا کشی هم از این دختر بخشش نمیپرسد. آی کی گفته است؟ زن هم آدم است. میبینی چقدر به پیشی پایش میافتد. چی شد؟ خدایا دایم در همینجا پیش پا میخورم. من هم پیش پا خوردم. دوستم کوشش کن که دیگر پیش پا نخوری. آخر جورا جان پیش پا خوردم. پیشتر رو اکنون شرمنده نشده از جا برایم. زودتر.
گله که برایم گرفته بودی نگاهش میدارم. البته نگاه کن، من او را خیلی قیمت خریده بودم. چی ها میگویی؟ یگید میگوید که شما با گلی از این هم زیباتر حق دارید. راست میگوید، من هم چنین گفتم. یعنی گفتن میخواستم. مایلش شبتان بخیر. شبتان بخیر. شب بخیر. میدونی ملیکا با ما شما بوی قلبی بریون میآید. والا که نمیدونم. از شما پرسیم چرا که دو چشمتون از میم دکنده نمیشود؟ خدای توبه، میدونی چه میگویی؟ نه نمیدونم. رفتیم. به عقل خیری احمق. اکنون چیکار میکنم؟ بالا توف کنم مویله، پایان توف کنم ریش. چیکار میکنم؟ صبح بخیر سردارم. مرحمت، گرم کاغذ دکان. تشکر ممدو، تشکر. یکی تو آمد سردارم. امروز از من و شما پرهیجان‌تر است. بیا برایم. وای با من نگاه کن. هوشیار شدی؟ میرویم. پروکورور گفت که پرسید و جوابش دهید. ما رفته محکمه دستان نمیرویم. پروکورور رو بوسه میکنم. رفتیم. دادرم خیری، با من نگاه کن. جوانی خوب هستی. اگر گفتم رو کنی عالم گلستان. فهمیدی؟ راه گرد. برادر، چرا شراب مینوشی؟ حالت بین، زن و فرزند نداری؟ ندارم. دلم به تو میسوزد. دیگر ننوش، حیف میشوی. فهمیدی؟ رو اکنون. خیر مایلش. آماده خبرکش؟ با محکمه میرویم. دستت رو. شب خوب خوابیدی؟ باید عادت کنی، چون که کمش 20 سال در همین جا خواهی ماند. سردارم ببخشید مرا. من خودم همه این نوبکانون رو نیست میکنم. دروغ نگوی. تو کی رو فریب میدهی ها؟ مرده جواب میگویی و با زندانی هم میشوی. راه گرد. نابکار نیست کن. این کار حل شد. او را کشی هم گپ نمیزند. کلیکسیز کار خوب کرده. آقای کبوتر مرا بیهوده کلیکسیز نگفتند. لباس پالیسی خواستی مرحمت گیر. مرافعت تمام شود، کاری آقای فرخ که انجام یافت، مسئله خیری حتما دیده می شود.
او خیری و دریا خدا دفتیدی. خداوند میداند که از کی کمک طلب میکنه. سردارم حاضر اینجا یکدیگر را گناهگار میکنند. آغوشگیری و محبتشان روزهای جشن و سورشان با آخر رسید. عاقبتش همین. من از آن غمگینم که با تشکیلات ما سخنهای ناجا خواهم بود. بیا سردارم دیر میکنیم برایم از اینجا. پشترا اکنون رویت سیاه شد. تا شب کار را باید به اتمام رسانیم. همه تیار است؟ بله آقای کمال. ساعتهای 5 می براید. احتمال است که راهب هم با او همراه می شود. خبر رسید که واخوری تعیین کرده. در همین جا راهشان را می بریم. یک ماده ترکنده در راه بانکر می گذاریم. اگر مانعی دوچار شود ما می توانیم از دور ترکانیمش. کمال کمبودی هم نشود می ترکنیم. اینقدر تیاری دیدیم. تا درست میگویی. اینقدر ماده ترکنده را گرفته گشتن دردی سر است. سن میبرداریم که دستمان درد میکند. یگان شرح میدادید؟ قرار را دادگاه عالی برایتان قرائت میکند. تشکر به عمل. تشکر. ما آماده ایم. حالا وقتمان زیاد است. از اینجا که برآمدن تعقیبشان میکنیم. فاروق قرادق در آدمکشی و تشکیل کردن گروهی تندرو ایبدار دانسته میشوی. جناب، زیر ایمایم قربانی تهمت و عملی غرضناک شده است. خودش همین را این کار میکند و طلب میکند که عاجلا او را آزاد کنیم. شاهد خیری کرتاغلو را به تالار بیاره. خیری کرتاغلو. شاهد خیری قرتاغلو در شعبه ضمن پرسش گفته ای که فاروق قرادق هر دو پلیس را به قتل رسانده است و خود را چون شاهد میدانی؟ بله محترم سودیا. شاهدیت را در همینجا تکرار میکنی. شاهدی میکنی که این دو پلیس از جانب فاروق قرادق کشته شدند. پسرم زبانت را فرو بردی. تماشابینان محترم، مرافعه آغاز شده است. همه بی‌صبرانه عاقبت آن را انتظاریم. میبینیم که حکم چی قرار میبرارد. چی خیلی که به ما معلوم است. کنی بینیم خیری بچه خوب میشود. خودش میداند. اگر در سود گپ زند عبرت عالم میشود. قتلش کنید. سردار شما پروا نکنید، همش تیار است. سردارم وی اقرار نمی شود. شیطان میگوید که در همین جا بوغیش کن. تو هم برای شیطان نرو، صبر کن. سرم گپ میزنی. جنایت را فاروق قرادق صادر کرد. نه محترم سودیا. جنایتکار حاضر در اینجا نیست. چی؟ خیری بیناموس باز کارش را کرد. رانو خیری این کار کرد. نامی فاروق رو نگفت. چی؟ راست میگویی؟ بله. فهمیدم. تو انتظار شو. تماما احمق بوده است. آماده شوید، پخش زنده میکنیم. فهمو؟ تیارید؟ 4 3 2 1. تماشابینان محترم، واقعه غیر چشمداشت روی داد. خیری کرتاغلو از شاهدی که در شعبه امنیت نسبت جنایت فاروق
حالا همین قدر خیلی موفق شده. سردار آقای فروخ را نشان داد. کریسیز را روان کردیم. نزد خیری رفت و حل کرد. خیلی خوب. سردارم چرا در همانجا نکشتمش؟ آخر رفیق سودیا در اول همش رو اعتراف کرد، آشکارا نقل کرد. دلیلی ثبتی داریم. سردارم این درویه رو بینید. خاموش آرام باشید. تو در اول گفتی که فروخ کردخ کرده است. آنها بیانات رو زیر ضرب شکنجه گرفتن، تهدید کردن، میکشیمت گفتن. ای درویه چرا دروغ میگویی؟ خاموش است. به مرافعه خلل میرسونی. پس جنایت را کی صادر کرده است؟ کلش کمال گفتن یک شخص. از سبب فشار آوردن نام فروخ را گرفتم. لیکن محترم سودیا حقیقت همین است. اگر او را دستگیر کنید حقیقت رو میبروید. خدایا خداوندا سر این خیری در جایش یعنی معلوم میشود که نفر این رو دیده است. را به این نوبت گرفته در حضور محکمه قرار. ای کلش، دورانی تو فرا رسید. بگذار همه دانند که به من زورشان نمیرسد. از جایتان خیزید. پرونده و سخنهای شاهد به این نوبت گرفته فروخ کردخ آزاد کرده شود. دعواهای جانبها و این چنین سخنهای خیری کرتاغلو تحت سنجش قرار گرفته قرار قبول کرده می شود که خیری کرتاغلو از تفتیشاتهای علاوگی و بازپرسی آزاد کرده شود. محکمه به پایان رسید. در جایتان شنید. محترم سودیا هر دو را سفید کردید. خونده های آن دو شهید را کی میدهد؟ جواب آنها را شما از کی میپرسید؟ من قانون را رعایت میکنم. قرار به دلیل نمیدهم. شما هم با دلیل های مشخص بیایید. محکمه با احساسات بهاگذاری نمیشود. دیوانه میشوم سردارم، به خدا دیوانه میشوم. از آنه که من چنین جنایتکاران را در آزادی میبینم بهتر است که خود را از بالای مناره سرازیر پرتایم. یگی چی شد؟ چرا این طور شد؟ چی میشد؟ همان قصه کهنه. این سوالات رو به سردارم ده مفصل جواب میگوید. ایستو جورا جان ایستو. در یک جا ایستو در ریشه درماندیم. یک نه دو نه پنج. ایستو سروسیما نشو. رفته کلش رو دستگیر میکنیم. باز همان کارها. شما رفتن گیرید. اگر گویند که مدیری امنیت نشوی هیچگاه راضی نمیشوم. سردارم لجام یگید باز کشاده شد. از من کشاده نشد مگر؟ بیا نباشد وقت را گم نکرده کلش را دستگیر کنیم. پروا نکنید نوانگشته، همه‌اش حل می شود. شما طرح نقشه های آینده را کشید. می رویم. وقتی رفتن شد. آماده ما می رویم. پلیس دست بالا. بروی ما چه طرف؟ دستان این طرف. کلش کمال با کشتن دو پلیس گناهکار دانسته میشه. کشتاری کدام پلیس ها رو میگویید؟ در اینجا اشتباهی رفته است. این رو ما میدانیم اما وقتی بحث کردن نداریم. با ماشین سوار شد. بچه ها من تا شبه پلیس میروم و برمیگردم. انتظار شوید. آقای فروخ یگان شرح میداده؟ جناب فروخ مبارک شود. تشکر کبوتر. نو انگشته ما را انتظار است. رفته سر و لباسم را عوض کنم. در شعبه یک شب ایستادم. اکنون 40 روز شویم که بویش از بدنم برم. مرحمت. قاتل رزیل. تیمور از دستی تو مرد. گیره زنی دیمونه رو از پیش نظرم. با دستم میافتی. من قصدم رو میگیرم. بیچاره خیری، هوا که تاریک شد نزدت میآیم.
خیری خوب شد که سودی آزادت کرد. اکنون تو سیدی منی. خیری حکم تو را من بر وقت برآورده بودم. گیرید بچه ها. رحمت اوش شود. رحمت سلامت باشید. رحمت گیر اینش برای خیری. این نام یمین ابله رو نگیر. اشتیهایم میگرزه. گیر این وظیفت است. بابای خوین چیکار داری؟ ای آخر با یک شیطانی ابله است. آقای فروخ دیدید من گفتتون رو اجرا کردم. من رو از اینجا نجات میدیدن؟ البته خیری، این خوبیت رو هیچ وقت فراموش نمیکنم. میگویم که به خارج روم، زیرا در اینجا دیگر به من راحت نیست. یگان ذره پروا نکن، حاضر کاری تو رو حل میکنم. مایلش من باز زنگ میزنم. من خوراک گیر. تون نیست آخیر؟ من تون نمیخورم. تون باشد برده ایواز کنید. ای احمق تو ما رو دیوانه کردنی. تند است تیز است به من چی؟ خوردن گیر. مایلش همین رو میخورم. جرأت ندارید ها؟ ای احمقی ابله این آدم هم نبوده است. خیری نام مرا به شما گفت و شما باور کردید. ما باور نکردیم اما مجبوریم. اگر حقیقت را به ما گویی جزای کمتر میدهند. آقای پروکورور، شما بیگناهی مرا میدانید. به این هم با بیانات خیری 10 سال میشینی. این معلوم است. فرخ برای نجاتش مرا فروخت. کجا شد؟ اون قسم خوری ها؟ وعده میدادید؟ همین است دعوای مقدستان. ممدو دعوای اینها تنها پول مال است. از کوپرو که گذرن نه خرس میماند و نه عمک. مادامی که گپ نمیزنی عاقبتش رو خودت میدانی. جناب رو به نظارت خانه برید. فرخ نقشه سوی قصد دارد. اکی و کی؟ این هدفی است که نه تنها ترکیه بلکه جهان را با پا میخیزاند. گوش کن. یا حاضر گپ میزنی یا ممدو کمی وزین شو. جوانی تو این چیزها را نمیفهمی. تو را در بینمان دیدن خیلی گواراست. سردار کار زیادی داریم. میدانید که کار سرکرده ام را تمام کردن میخواهم. کجا رسیده بودیم؟ دستگیر شدن تو نقشه‌مان را خللدار کرد. برای همین کار را با کلش کمال سپاریدم. اکنون او در درون است و تو در بیرون. کار باز در اختیار توست. بچه ها با شما برای کار. شب بخیر. شما رفتن گیرید نوبداری را ما قبول کردیم. شکر خدا. در نزد در این خواهین ایستادن خیلی مشکل است. رفتیم بچه ها. شب بخیر بچه ها. توپ گو. شب بخیر. تو وظیفت را اجرا کردی. اکنون به تو جواب. ای وای خوین است. کشتن در کور وای رو. تو هم آدم شدی. کنی دف شو از اینجا.
чӣ гап инҳо кӣ бошанд ман инҳоро намешиносам додар худаш чӣ гап навбатро иваз мекунем ягон гапи муҳим нест ту хавотир нашав кани як кас пеши ман ояд бояд аз мағоза як чиз харам майлаш ман мехоҳам ҳозир меоям марҳамат чӣ лозим аст сигарам тамом шуд каме пул медиҳам даромадан оби ҷавҳам гирд набошад вақт намегузарад як ҷоя равем чӣ не ман намеравам ту полис нестӣ ту ҳамон масте ки дишаб оварда буданд худди худаш ёфтӣ боз чӣ гап бошад инҳо чӣ ният доранд парво накун моро оғои фаррух равон кард барои гурезонидани ту омадем ҳоло ҳамин хелгӯй хуб биё рафтем чӣ мегӯед сардорам рост мегуфта бошад агар рост гӯяд пас кӣ буданашро бояд ёбем сардорам ба фикратон кӣ бошад ҳоло ягон фикр надорам аммо як илоҷ карда ба гап медарорем шаб дароз аст имшаб шаби ҳардуямон мешавад хайрӣ шаби ману ту